کدام ما را خدا دوست می‌دارد؟ جوان عزیز، من الان درباره محبت خدا و رسول برای شما یک لحظه بیان کردم. کدامی تو در پیشگاه خدا محبوبیت داری؟ کدامی تو را خدا دوست می‌دارد؟ همان جوانی که یک ساعت اگر از خانه‌اش دور باشد، زن او بیقرار شود، فرزندای او بیقرار شود، در انتظار این پدر باشند. کدام وقت زن بیقرار می‌شود؟ کدام وقت زن و فرزند ما را منتظر می‌شود؟ وقتی که ما خوش اخلاق باشیم، وقتی ما اخلاق حمیده داشته باشیم، وقتی ما با زن و فرزندان مراسهای خود داشته باشیم، اونها را حرمت کنیم، به قدر اونها رسیم. این حالت از زنم دوستمان می‌دارد، فرزندانمان هم دوستمان می‌دارد. برادر عزیز و گرامی، حبیب خدا گفته ایستاده است، این سخن معلم بشریت است. باید ما در خانه چی باشیم؟ بسیار مرد حلیم باشیم. چگونه پیغمبرمان مرد